های ارسلان. Hi, welcome. What's up, buddy? آره بذار راحت. این دوست شما سرشون اینجوری انداختن اومدن تو ها؟ این هم رفیقم هم مشتریمه. آره اشنایدر از سواحل سفید نشین پورتوریکو. اشنایدر this is ارسلان. دوست خارجی داری پس. حالا چرا بلو شده بی تربیت؟ چرا اینجوری نشه؟ کلید خونه رو واسه چی بهش دادی؟ این الان مستاجر کاناپمونه دیگه. آره بهش میگن کوچ سرفینگ. نشنیدی نه؟ یعنی کاناپه گردی. من تو اینترنت کاناپه خونه رو بهش اجاره دادم که دیگه وقتی ایران میاد هتل نره، بیاد همینجا رو همین کاناپه ولوشه. الان ولو شده. کاناپه خونه منو اجاره دادی به توریست؟ آره نمیدونستم که واسه شغل دوم باید از تو اجازه بگیرم. خیلی مردم پر رو شدن مدیری ها. میبینی؟ واسه یه دقیقه واسه ببینم. این پیرن من نیست تنهشون. آره فهمیدی؟ شرط توه. آره اصلا به خاطر همین شرط تو ما با هم دوست شدیم. چطور؟ آره من پیرنهای تو رو تو یه سایتی گذاشته بودم برای فروش. خب این دید خوشش اومد، واسه همین با هم دوست شدیم. Don't worry اشنایدر، شرطشو پس نمیگیره. آره Only for you. واسه ببینم لباسای منو تو اینترنت داری حراج میکنی برای فروش میذاری؟ آره اینم بخشی از شغل دوممه. با لباسای تو دون میپاشم، توریستا رو جذب کاناپه میکنم. خب که اینطور پس. آره ماساژ تایم. ارسلان ماساژ تایم. yes. الان ماساژ تایمه. راست میگه. میگم یه موزیک آروم بذارم یا بدون موزیک کارتو انجام میدی؟ کارمو چه کاری؟ باید ماساژ بدی دیگه. این شغل سوم منه. آره ببین این اشنایدر داشت تو اینترنت دنبال ماساژور میگشت، من تو رو معرفی کردم. الان من شدم رابط اینترنتی. تو ماساژ میدی، از حق مالش من 10% برمیدارم. تو خیلی بیجا کردی. بیرونش کن سری، بیرونش کن. با خونه زندگی من کاسبی رو انداختی. Don't worry. اصلا سخت نگیر بابا. این خارجی ها خیلی سوسولن. اصلا نمیخواد ماساژ حرفه‌ای بدی، همین ماساژ معمولی هم بدی راضی میشه. شما یه شونه‌شو بگیر، این میگه یه تموم. اون وقت شغل چهارمی که دیگه وجود نداره. چرا؟ وجود داره ولی الان من نمیتونم بگم. به وقتش خودت میفهمی. آره من میرم تو اتاقم. برگشتم این نباید اینجا باشم. میندازیش بیرون. من میدونم اتاق. اوکی. رفت روغن ماساژ بیاره. ماساژ اویل. آره الان راحت. اوکی همه چی اوکی. اوه ایشون کیان تو اتاق من چیکار میکنن؟ این یادم رفت بگم. آره این دیمیتری میخایلوف قدرتی، زن تیم ملی والیبال روسیه است. من نفهمیدم. ایرانی قدرتی آره فامیلی؟ پس نمیدونم. رو کارتی که رو لباسش بود زده بود دیمیتری میخایلوف قدرتی، زن تیم ملی من متوجه شدم ایشون قدرتی زن تیم ملی والیبال روسیه. آره قدرتی زن تیم ملی والیبال. تو اتاق من چیکار دارن؟ How are you today؟ تو اتاق من چیکار دارن؟ تو اتاق من چیکار دارن؟ نمیدونی؟ نه. الان تیم ملی والیبال روسی اومده ایران واسه مسابقه. من همشون رو آوردم اینجا که کسب درآمد کنیم. آره Hey guys گل منی که گفته بودم آوردم. Guys اومدن. گایزا اومدن. آره مرسی گایز. مرسی. آره اینا همه بچهای تیم ملی هستن. مرد شور اون شغل دوم تو ببرم. میریزی بیرون یا بریزم؟ میریزی بیرون یا بریزمشون بیرون؟ یواش الان این آبشار زنشون خوابه.
2 متر و 12 سانت قدشه. بیدارش کنی بیاد تو رو اینجا ببینه، یه دونه میزنه زیرت تو منطقه 5 زمین حریف میای پایین. خیلی مواجه. این خونه مثل این که جای من نیست. شما خوش باشی با رفقات، من میدونم و تو. حالا بهت میگم. باش. برو دیمیتری، برو ارسلان رو ول نکن. اشنایدر، this is مدیری. What? مدیری کمدین. کلام آخر. برای دید از مدیری $10. No, مدیری no. مدیری ارزششو داره. دیسکانت $5 گور بابای ضرر. No. Huh? Who is the مدیری؟ مدیری باب Who is the نمیشناست. No. میارزه. No. بابا اینجا No, معروف no, همه میشناسنش. به خاطر تو دارم از پسش میدم. آقا این معروفه. No. چه No. میگه نو.